سخت کار کردن همیشه معنای دوست داشتن کار نیست عزیزان. بسیار آدمان هر سحر با دلی ناخواهم بیدار میشوند و به کار میروند که نه روحشان را شاد میکند و نه قلبشان را. آنها این کار را انتخاب کردن نه برای خود بلکه برای دیگران، برای قانع کردن انتظاری ها، برای معاش، برای از چی میگویند گریختن ها. ولی حقیقت این است کاری را که دوست نمیداری روحت را میسوزاند. تحقیقات های علمی ثابت کردند افرادی که با محبت و شفقت کار میکنند انرژی بیشتر دارند، کمتر بیمار میشوند، بالیده روحند و حتی عمری دراز دارند. پس از خود بپرس آیا من این کار را دوست می‌دارم یا تنها برای معاش و گپ مردم کار میکنم؟ زندگی کوتاه است عزیزان. با چیزی مشغول شو که تو را میسازد نمیسوزاند. کار نباید تنگنای زندگی باشد. کار باید پشتیبان و الهام بخش آن باشد. آنهایی که کارشان را دوست می‌دارند نه تنها موفق میشوند بلکه زندگیشان شاهکار محبت میشود. کارتان را دوست دارید و کاری دوست داشتهتان را انجام دهید. با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بشنوید.